همراهان همیشگی برایان. توی این ویدیو قراره با هم دیگه بررسی کنیم که هر برند معروف خودروی خارجی ساخت کدوم کشوره. همراه ما باش تا ببینیم ماشین مورد علاقت محصول کجاست. مرسدس بنز، بی ام و، آودی، پورشه و پولیس که همشون از دل کشور آلمان میان. ژاپن شامل تویوتا، نیسان، مازدا، هوندا و میتسوبیشی هستش. آمریکا شامل فورد، جیپ، تسلا و کادیلاک هستش. و اما ایتالیا شامل فراری، لامبورگینی، مازراتی، آلفا رومئو و فیات هستش. کره جنوبی شامل هیوندا، کیا و جنسیس. فرانسه شامل پژو، رنو، سیتروئن و دی اس. انگلستان شامل لند روور، جگوار، رولز رویس و بنتلی هست. و در نهایت سوئد شامل ولوو و یونیتی هستش. حالا تو بگو ماشین مورد علاقت مال کجاست؟ توی کامنت ها برامون بنویس. اگر دنبال خرید یا فروش ماشین خارجی هستی، ما در کنارتون هستیم. تبلیغ خودروی شما به صورت کاملا حرفه‌ای و رایگان انجام میشه.